توی این ویدیو میخوایم که با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری روی سنگ مصنوعیامون چه شیاردار چه ساده طرح چوب بندازیم. برای این کار شما نیاز داریم به شاپان قهوه‌ای، رنگ روغنی زرد قناری، رنگ خردلی و وارنیش اکریلیک. توی اولین مرحله شما باید رنگ خردلی رو روی سطح کارتون کاملا پخش کنید. مهم نیست که با چی باشه، میتونه با ابر، قلمو یا حتی اگر پیستوله دارین میتونه با پیستوله این کار رو انجام بدین. روی کل سطح ظرفتون رنگ خردلی رو پخش کنید. اصلا اهمیتی نداره که خط و خطوط روش بیفته نیفته، هیچ اهمیتی نداره، فقط یه رنگ زیر کاره. برای بهتر کردن رنگ بعدیتون در واقع این زده میشه که لایه دوم رو که میزنین یه رنگ حالت فندقی بهتون بده. شما اگر که این رنگ زیر کار رو نزنین یه رنگ تیره تر طرح چوبتون به خودش میگیره. بعد از یک دست رنگ خوردن میذاریم که کاملا خشک بشه و من ظرف دوم رو رنگ میکنم. طرح چوب یکی از ترفنداییه که میتونه سنگ مصنوعیتون رو خیلی خاص‌تر کنه و فروشتون رو حتی بالاتر ببره. تا این رنگ روی کار ما که رنگ خردلی هست خشک بشه میریم سراغ ترکیبی که باید روی این رنگ خردلی ما بزنیم. برای این کار ما نیاز داریم به شاپان رنگ زرد قناری که اول ویدیو هم بهتون گفتم. برای رنگ لایه دوم یه مقدار از شاپانمون بر میداریم، نسبتش با رنگ زرد قناری 1:2، یعنی 2 قسمت شاپان و 1 قسمت رنگ زرد قناری با هم دیگه باید ترکیب بشن. این کار حتما از دستکش استفاده کنیم وگرنه یه همچین سرنوشتی در انتظار ناخوناتونه. من همیشه فراموش میکنم متاسفانه. از رنگ زرد قناریمون یه مقدار خیلی کم میریزیم. شاپان توی طرح چوب باید غالب باشه به رنگ زرد. با هم دیگه ترکیبش میکنیم، یه حالت سبز لجنی به خودش میگیره که همین باعث میشه که کار شما فندقی بشه. بعد به وسیله یه ابر، حالا اول روی اونی که طرح چوب داره براتون امتحان میکنم، به وسیله یه ابر کامل روی سطح ها میزنیم. همین مقدار پررنگ داخل کار رو هم میزنیم. و میذاریم چند ثانیه که رنگ کاملا به ظرف جذب بشه. میذاریمش کنار، باهاش هیچ کاری نداریم. برای ظرف های ساده با یه ابر در یک جهت مخلوط شاپان و رنگمون رو میکشیم. حتما توجه کنیم که موقع زدن شاپان روی ظرف های ساده شیارها رو به یک سمت بکشین، نشه یه دونه رو این سمتی بکشین یکی و این سمتی. این باعث میشه کارتون غیر طبیعی بشه. این رو هم به مقدار زیاد میزنیم شاپانش رو. و میذاریم اینم چند ثانیه بمونه. بعد از گذشت چند ثانیه، حتی به دقیقه هم نباید برسه، با یه ابر خشک که کاملا تمیزه
اضافات رو از روی سطح برمی‌داریم. به حرکت دستای من توجه کنیم، ببینیم که چجوری طرح چوب رو ایجاد میکنن. این کار طرح چوب شماست بعد از یک دست رنگ خوردن. اگر میخواستین که کارتون پررنگ تر بشه، مقدار رنگ زرد رو کمتر بریزین و مقدار شاپانتون رو بیشتر کنین. اما نه، اگر دوست داشتید که طرح چوبتون روشن باشه مثل این کار یا حتی روشن‌تر از این، مقدار رنگ زرد رو یکم بیشتر کنین، رنگتون روشن‌تر میشه. اما این ببینین، به آرومی بکشین، ابر رو بذارین بردارین، بذارین بردارین. ببینین خط و خطوط و شیارا خودشون نمایان میشن به همین قشنگی. فقط به شیارهایی که میندازین توجه داشته باشین که رنگ اضافه نمونه، خیلی فشار دستتون زیاد نباشه. اطرافش هم به همین صورت رنگای اضافه رو پاک میکنیم. و اینم نتیجه نهایی. بعد از گذشت 24 ساعت شما نیازی که برای تثبیت کردن رنگی که روی کارتون زدید یه وارنیش بزنین. بهش میگن وارنیش اکریلیک که هم کارتون رو براق میکنه، هم باعث میشه رنگتون روی کار تثبیت بشه. حالا من اینو از قبل زدم، روی این بهتون نشون میدم که عمل کردش چه مدلیه. وارنیش اکریلیک رو شما هم میتونید به واسطه قلمو هم به وسیله ابر روی سطح کارتون پخش کنید. حالا من اینجا از ابر استفاده میکنم. یه مقدار از این وارنیش رو میریزم. البته این وارنیش من با آب رقیق شده، حتما با آب رقیق کنین که ظرفتون چسبناک نشه. بعد به وسیله یه ابر اینو روی کل سطح ظرفتون پخشش کنین. اول ظرفتون این مدلی سفید میشه، ولی بعد از گذشته چند دقیقه کامل خشک میشه و ظرفتون براق میشه کاملا. من یکم دیگه برای اطرافش نیاز به وارنیش دارم. ببینین وقتی میزنم روی سطح کارم ظرف من رو سفید میکنه. این کاملا طبیعیه، بعد از خشک شدنش کامل براق میشه. ببینین همین الانم اون براقیتی که گفتم و به کارمون داده. ببینین کامل مشخصه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کن، برای دوستات ارسالش کن و چنلم هم حتما سابسکرایب کن، چون قراره کلی آموزشای خفن براتون بذارم که حسابی به کارتون میاد.